سلام بچه ها، چطورید؟ آقا ما آمدیم دوباره با یه شنیون پرکاربرد که در عرض 10 دقیقه میتونید برای عروس خانوما و مشتریای گلتون بزنید. کل موها رو به صورت دم اسبی رو نقطه 2 سر میبندید، لایه لایه موها رو میپیچونید و روی کش دم اسبی فیکسش میکنید. اینجا چون موهای من بلند و پرپشت بود، من حجم موها رو باز نکردم. اگر مشتریتون موهای کوتاهی داشت، میتونید دقیقاً این پیچ ها رو با انگشت اشاره و شستتون بکشید بیرون و باز کنید و حجمش رو بیشتر نشون بدید، همون کلک رشته خودمون. اینجا بعد از اینکه موها رو پیچوندم، با سنجاق لاینر جاهای خالی موها رو قشنگ پر میکنم و در نهایت فیکسش میکنم. این واقعا یه شینیونه که شما میتونید هم برای عروساتون بزنید و فقط یه تاج و تور کم داره و همچنین برای مشتریایی که حجم موهاشون زیاده و موهای بلندی دارن، حتی موهای دم اسبی بلند، شما راحت میتونید این مدل رو اجرا کنید. همین کاری که این بالای سر کردم میتونید پشت سر هم انجام بدید. فرق جلوی سرشون یعنی جلوی موشون رو طبق حالا چهره مشتریتون، فیسشون فرق کج خواستن میتونید برشون کار کنید و یا اگر فرق صاف خواستن میتونید با بابلیس شماره 28 موها رو فر کنید و در نهایت دیزاین کنید. آموزش کامل جلوی مو رو فکر میکنم تو پست قبلی یا قبلترش براتون گذاشتم. امیدوارم دوست داشته باشید.